سلام دوستان، امیدوارم حالتون بی نهایت خوب باشه. به این مثال میپردازیم، مثالی بسیار آموزنده که هر شطرنج بازی باید یاد بگیره. این مثال مبحث پل زدن هست که سفید یک پیاده جلو هست و پیادهش هم مونده وزیر بشه. اما مشکل شاه سفید چیست؟ مشکل شاه سفید اینه که شاه سیاه به عنوان یک نیروی مزاحم عمل میکنه و اجازه نمیده که شاه پناهگاه خارج بشه و از یه طرفی هم رخ H1 ستون H رو اشغال کرده و شاه نمیذاره شاه بره به ستون H. در اینجا حرکت برنده برای سفید رخ اید و کیش است. اگر شاه F6 با شاه F8 رد میشه و سفید پیادهشو وزیر میکنه با موفقیت و شاه D6 هم به همون علت که الان میگم براتون. شاه F7 در اینجا فعلا خوب نیست چون کیشای آزاردهنده رخ سیاه شروع میشه و شاه برمیگرده به مکان قبلی، مثلا کیش 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 و شاه برمیگرده به خونه G8. اما بعد از حرکت شاه D6 رخ E4 موجوده، حرکتی بسیار درست. اگر شاه به رخی که تو عرض 4 هست حمله بکنه، ساده ترین راه برای برد رخ G4 هست که شاه در آینده از پناهگاهش خارج میشه و پیاده J وزیره. اما شاه D6 رخ E4 اگر به رخ حمله نکرد چی؟ مثلا اومد رخ گذاشت H2 چون سیاه با شاهش نمیتونست بازی کنه و اگر هم رخ از ستون H برمی داشت رخ H4 با طرح شاه H8 وزیر، شاه H8 و G8 وزیر بازی رو میبرد. رخ H2 الان شاه سفید میتونه پناهگاهش خارج بشه. شاه F7 رخ F2 کیش، شاه J6 رخ J2 کیش، شاه F6. در اینجا پیاده J7 دفاع شده و اگر سیاه به کیشای دائم خودش ادامه نده، که البته کیش دائم نیست، اگر سیاه به کیشای خودش ادامه نده، سفید درش رخ E5 و رخ J5 هست که پیاده رو وزیر میکنه. پس اگر هم سیاه کیش بده رخ F2 کیش، شاه G5 رخ J2 کیش، رخ J4. دقت کنید زمانی که پل زده میشه فاصله شاه حریف با پیاده خودی باید 2 خونه باشه. اگر 1 خونه باشه میتونه تعویضی انجام بده و شاهش رو وارد مربع پیاده کنه. امیدوارم استفاده کرده باشید. ممنون.